امام خطیبان تاجیک آموزش شیوه‌های شناخت جوانان افراطی و راه‌های جلوگیری از پیوستن جوانان به این گروه‌ها را آغاز کردند. کمیته کاربادین و تنظیم رسم و عنعنه تاجیکستان با جلب گروهی استادان عبارت از روانشناسان، سیاستشناسان، دینشناسان در شهر و نواحی دوره به دوره به امام خطیبان دوام سال جاری آموزش انجام خواهد داد. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان این آموزش‌ها را برای جلوگیری از افراطگرایی مهم می‌دانند. علاقه پدر و مادران از همین کردارهای همین حزب و حرکت‌هایی که امروز از جانب سود عالی جمهوری تاجیکستان که محکوم کرده شده است، که آگاه گشتن و پدر و مادران به مقامات قدرتی خودشان دایر به اشتراک همون فرزندانشان در حزب و حرکت‌ها که آگاهی پیدا کردن و نسبت این عمل فرزندان خود نگرانی نموده شدند. امام خطیبانی که این دوره آموزشی را ختم میکنند با نظاره شیوه نمازگذاری و صحبت جوانان باید عقیده مذهبیشان را دقیق نموده با انجام صحبت واقعیت‌ها را از نگاه مذهبی و سیاسی برایشان شرح دهند. روحانیان در این برابر آموزش استفاده از شبکه‌های اجتماعی را نیز ضرور می‌دانند، زیرا به گفته آنها حالا اکثر جوانان افراطی عقیده‌هایشان را طریق این شبکه‌ها بیان می‌کنند. روحانیان میگویند عقیده نه همه جوانان را از طرز نمازگذاریشان تشخیص کردن امکان دارد. بسیار بچه‌ها من در عقیده در رفتار رویه حنفی هستند، اما بعضی الیمنت نشانه‌های نمازگذاری که از قبیل کشاده داشتن پای‌ها یا که دست‌ها بالای سینه موندن برای اونها معقوله همین طرز نماز می‌گذارند. اما هستند جوانایی که هنوزم به عقیده‌های افراطی، به عقیده‌های گروه‌هایی که به نام سلفی هستند، چنین جوان‌ها هستند یافته میشن و اخری میکنه که اینها شامل چنین عقیده ها کمان در کمان. ما همیشه از بالای منبر طرز درستی گزاریدن نماز به طبق مذهب حنفی ترغیب کردیم، تشویق کردیم. دوام چند سال اخیر در تاجیکستان گروه‌های مثل حزب التحریر، سلفیت، تبلیغی‌ها و ده‌ها گروه‌های دیگر پیدا شدند که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را تروریستی و اکستریمیستی اعلام کرده فعالیتشان را در قلمرو کشور ممنوع کرد. این گروه‌ها به گفته مقامات تاجیکستان با راه‌های پنهانی شهروندان کشور را به صف خود جلب نموده به تخریبکاری تشویق می‌کنند. یگانه راه جلوگیری از افراطگرایی را در تشویق درست روحانیان ارزیابی می‌کنند. اما کارشناسان میگویند تا اعتماد روحانیان در میان ساکنان بالا برده نشود، جلوگیری از افراطگرایی با این شیوه کاری مشکل خواهد بود. جهانبینیشون بسیار تنگ است. همین جهانبینیشون یک کتاب است، یک کتاب قرآن هست و همون چیز رو قاری کرده یا یک چند کتاب رو مثلا قاری که از یاد کردن، همون چیز در فکرشون هست. اما اونها باید دانن که وقتی که با بچه‌های جوان همون از طرف ایگیل یا داعش کار میکنن، اونها تکنولوژی پیشرفته رو و میترسم که البته بچه ها اونقدر سست‌تر هستند، ملاهای ما سست‌تر هستند. کمیته کاربادین تاجیکستان تصمیم دارد که در دوام سال 2016 بیش از 2000 امام خطیب را به دوره‌های آموزشی شناخت افراطگرایان جلب کند.